ما اومدیم یه سورپرایز جدید داریم. سلام نگفتم سلام. راز جدیدمونه و چیز خفنه. چیز جدیده. دنیا مثلش نیده. هدفون بالاخره خریدم. بچه هدفون قبلیمونی بود. این بابتمون. بله شکست. میگم چرا ما آف کامرا خب کال آف با هم بازی میکنم تو پلی استیشن. خب زبانه تو بازی وین نکردم و اینجوری کردیم. فعلا چسبی زمین سالمه ولی خب دیگه به درد نمیخواد که صدای اینجوری نمیده و با یه سیم وصل میشه، یعنی سیمو جدا میشه. اینا هم اینجوری سیمو جدا میشه، خب بعدش وصل میشه. ولی ما رفتیم یه هدفون خریدیم سیمیه بازم، چون سیمی بهتره. سلام سیمی بهتره. ایه کی اسمش بکنم حال نگرفتم. نه بچه اسمش K18 فکر کنم، یا K1B پروه یا K18 نمیدونم بچه ما هم یه چیز جایی خریدیم. ما میخوایم بازش کردیم ما برای اتاقه نه گیمینگ و اینا. زیاد به درد نمیخوره. رینگ لایت. اوکی بچه ها. بعد بچه این قیمتش 1 میلیون 3 میلیون بخشید. 1 میلیون 3 میلیون بکن. 3 میلیون ای 3 میلیون پول داشتم چه نرفتم مخصوص PS4 بخرم. 3 میلیون بود اوزیان یعنی تو داری گونه میخوری بیشه داریم باز داریم آنباکس میکنم. بچه ها باز کردیم و بچه من الان یه رو نایلونی باش برو بر چنل خودت. چنل خودت برای چنل خودت ندارم. چیکار کنم. بچه جوری اصلا روشن میشه. چیز نداره. چرا چون میخوام فشار بهتون وارد کنم اول میریم از چیه دیگه شروع بکنیم. اوکی از اینا داره که این برای یه چی دیگه هم ایه. ازش 2 تا از این کابلا داره. دفترچه داره. امتحان میگیرم ازتون بعدن بخونید. نایلون رینگ لایتیه اصلا ایرانی بوکو بو نوعی میده. بچه هر میخواین ما این رو درست کنیم بگیرم الان نیست. اینجاش یه کابل ایجوری داره که واقعا پشمام. این بچه این PS بیه آخه. اوکی چند چی اصلا ندی گایی بچه ها رو گاییدم. بگو بخشید بچه ها این برفش گوش نداره. ایجوریه. میکروفون هم داره. از اوبرین هم چرخ از اوبرین چرخ که ما فعلا به میکروفون احتیاج نداریم. بچه ها نرمه واقعا. اینجاش هم از اینا داره. من همتون آرزو میکنم خدا وکیلی از اینا بخرید واقعا. مگه نه آرزو کنم بخرید واقعا. کنترل هم داره راستی. بچه ها واقعا صدای آرش دیگه نمیشنم. حرف بزن واقعا بچه ها خیلی صداش کم میاد. و بچه ها شما براتون سوال باش ای چیه؟ ای بس من ببینم ای میره تو ای. خب این میره تو ای اینجوری میشه سیمت بلندتر میشه. بیتو دست سازه. بیتا دست سازه. این یه چیز جدیده. بچه ها هم میره تو ای مالی دنیا مثلشو ندیده. هنوزم پلمپه. بچه ها این به دلاری میشه چند؟ به دلاری میشه 20 دلار. آره دیگه نه این میشه 10 دلار. نه الان 10 دلار این میشه 10 دلار. 1 میلیون وام کنیم بچه ها. یه بذار تو کارت اوکی بذار رو بچه ها اصلا نکن خراب باشه. و بچه ها نورم داره نور پردازی. عیدتون مبارک. عیدتون مبارک بچه ها. چقدر صحنه چیه؟ تخمیه واسه اینجوری کار نمیکنه. خب پلیستیشن هم روشن کردیم. آماده ای چیه؟ آماده ای چی هستیم؟ بس رینگ لایتش به بچه ها نشون بدم. اول که اینجوری میشه ایه چرا رینگ لایتش 2 تا حالت داره.
ما اول که این میکشیم میزنیم به پلیستیشن. بفرن. دیری دیدینگ. این میکروفونش هم رینگ لایتیه. خوشگله. رینگ لایتی که LEDه. خوشگله. خدا وکیلی. تو کامنت ها نظر بدید. چیزی یکیه. FBI open eye. خوشمزن. ما یک کمی حال میدیم تو تر. بلند زیاد به ما نمیاد. بالاش هم از این نرما داره. اگه خواستید بخرید خدا وکیل راحته. دنیا دستش بچه حالا میریم. من الان یه بازی پلی میکنم. بذار من اینو چی بکنم. نه بیتا خیلی دستاز نیست. نکن. ما یکی از اینا رو چه دوتا داره. عجیبه واقعا. عجیبه. این برای برقشه. زن به پلیستیشن باز کام کنه. رینگ لایتش. بله مثل اینکه واقعا باید وصل بشه به این. شهبازی. سلام. شهبازی کیه؟ اسم سلام اسمت. بچه بگی بشین. بچه هایی برای که رینگ لایتی بشه با حتما این وصل بشه به اون. اینم میدم به این. چقدر کردی؟ چی؟ صداش خب توی هدفون رو در میاد استو. رینگ لایتو چقدر کردی؟ رینگ لایتو ها حتما بزنیمش به ای. با حتما پلیستیشن نزدیکمون باشه. یعنی با بریم جو بشینیم. باشه تو بزن. ببینید بچه ها بذارید برم وضعیت رو من رو نشون بدم. این جوری میشه. نمیشه مثلا با ای به ای باشه. نمیشه همین چیزی. اوکی برای هم رینگ لایتش چی میشه؟ بزنیم به ای. واسه بچه هده شما مثلا الان به فرض میریم تو بازی بتمن. I am Batman. خب ابی بزن تو برق. چی؟ رینگ لایتو. ها رینگ لایت ای با تو یار افیا. اوپن آی. بذاریم مثلا الان بازی ران بشه. سیمش هم قشنگ بلنده. پاور بانک بابا خبر. بذارید بچه هم ایده بکر میکروفون من میخوام بهتون یک چیز بگم. بچه ها رو در حالت میکروفون من چام نمیدونم من ببینید برو بچه ها بخشید صدا نیمد و متاسفم ولی خب کیفیتش خوبه واقعا کیفیت خوبی داره. صدا پا واقعا تو گیم میتونید خوب بگیرید. میکروفونش هم یکه
خلاصه دیگه این بود خب ولی اینو میندازیم دور الان این روش دیگه تو خون داشتم زپاس. بچه کامنت ها رو پر کنه چیز که خودش میدونه. نه برای تو دارم میگم. بچه مرسی که تا اینجا ویدیو با بودید و تا یه ویدیو دیگه فعلا پیس اوت.